به عشقای خودم امیدوارم که چطورتون عالی باشه. امروز اومدیم با هم تو این جایی که میبینید اینجا هنوز نشون ندادم یه چادری بسازیم و بشینیم و بعدش که ساختیم یه تجهیزات گیمینگ رو هم بیاریم یه با هم یه گیمی هم بزنیم که ببینیم چطور میشه. قبل از شروع این ویدیو حتما ویدیو لایک کنید، چنل هم سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن هم بذارید روی آل تا هر موقع ویدیو جدید گذاشتم یوتیوب خبر بده تا شما اول نفری باشید که میاد و ویدیو ما رو میبینید. بزن آقا، من میخوام که این بالا رو که اینجا میبینید که رو باید این بالا یه چیزی بکشم، من واسه اون یه چیزی بود ذهنم که نخواستم همچون این یه چادره که اینو الان از اینجا تا اینجا میزنم و اینجا شو هم درست میکنم و میریم توش که جاها رو درست کنیم و یک جی بزن اینو هم انجام. آقا میخوام که یک درست اینو اینجا به این آها به این شکل میبندیم. بعدش که میایم اینجا میرسیم اینجا. الان که اینجا رو درست کردیم، میبینید اینجا رو درست کردیم، ما در واقع با اینجا کار داریم که اینجا رو هم الان درست میکنیم. هوا هم کم تاریک میشه که اون چراغ باید لازم داریم، اون چراغ هم درست میکنیم و برای اینجا نشستنم یه چیزی میخوام پیدا کنم. الان بریم بشینیم بعد که گیم رو زدیم تموم. شما الان اینجا وایسید که من اینو اینجا بذارم. من میخوام که این درست اینجا باشه، روش هم یه چیزی میذارم که خوب و عالی باشه. نظرتونم درباره این ویدیو و سایلا بگید که خیلی خوشحال میشم. یه به نظرم یک کم دیگه کار کنیم روش تموم میشه جای جدیدمون. اینم از کمپ من، ببینیم چطوره. میخوایم الان اون بازی رو که بهتون گلشو داده بودم بریم انجام بدیم و الان که یکم نورم پایینه، چراغ زیاد نیست چون الان اینجا شب شده و اما گلشو داده بودم. الان میریم اون بازی رو انجام میدیم که شما دارید میبینید. بازی است جز GTA San Andreas که خودم خیلی دوستش دارم، هر روز بازیش میکنم و میخوایم اونو با هم بریم انجام بدیم. الان من میخوام که شما رو بیارم این طرف و اینجا راحت میشیم بریم که این بازی رو انجام بدیم و حتما هم لایک یادتون نره چون یوتیوب بعضی موقع لایک ها رو میپرونه. حتما به لایک هاتون نگاه کنید که بزن بریم. من که این بازی رو خیلی دوست دارم، شما رو نمیدونم ولی من خیلی دوست دارم این بازی رو. الان میخوام یه ماشین پیدا کردیم. چیه ماشینمون پیکانه. میخوام الان بریم با این ماشین دعوا بزنیم، شهر رو بترکونیم. داشتیم میزنیم. اگه از این ویدیو خوشت اومد حتما هم تو لایک کنید و کامنت هم بذارید که بدونم از ماشین خوشتون اومده تا پارتای دیگه از این بازی یا پارتای دیگه از ساخت اینجور کمپی جایی که من دیگه میسازم. شما هرچی بگید و من انجام میدم تو کامنت ها، فقط بگید. داشتیم میزدیم که درسته همه جا رو زدیم. مگه کوری؟
الان این صدا رو میشنوید این نسخه فارسی شد که من زدم. بعد هر نوع بازی دیگه ای هم خواستید در نظرتون بود میدونید که خوبه اونو هم به من بگید، من اونو هم بازی کنم. زود باشید حرکت کنید. بذار ببینیم. یالا عوضی مبارزه کن. من اومدم که انتقالش دارم. حالا میخوایم که همه رو بزنیم و شط و شلش کنیم. الان این مامور هم که زدیم. اوه گان داشت، گان، تفنگاشو گرفتیم که الان میزنیمشون. اوه لعنت شما بچه دیگه من نمیتونم یکم بازی خیلی پیش بازی کردم، این بازی رو دستم هنوز عادت نکرده. آقا من الان کارم راحت شد، الان شما رو گذاشتم اونجا که راحت تر بازی رو انجام بدیم. الان اصلا هیچ کی به من نمیتونه فری بزنه. همه رو آچان تو بابا بیا برو، تو کی هستی؟ پول دار دیگه لازمش نداری. خیلی هم کم. اوه تفنگ داره. فرار کن. اوه باش میزد همه. از خودشون تفنگ در اومد. ای وای آقا فرار کن نخواست. فرار کن نخواست. این یالا پیاده شو. برداریم بریم که به خوبی بازیمون انجام بدیم. اگه دوست دارید شما هم آقا چه میگید؟ اینجا بگید فقط با رمزها کار کنیم. رمزها رو بگم، هر رمزی رو بزنیم و شهر رو تموم کنیم. شهر رو کنیم زدی به من 20 ساله. بزنیم. من این بازی رو چون خیلی دوست داشتم انجام دادم. و یه چیزی هم بگم که من الان یوتیوبم شروع کردم یوتیوب من به دلیل چون هم خیلی خودم دوست داشتم، بعدش هم که من ویدیوهای نیمه تکتو رو خیلی دوست دارم. هر روز یعنی به ویدیوهاش رو نگاه میکنم هرچی میاد و هم نیمه تکتوست که از قدیم ویدیوهاش رو دیده بودم که با هیچی شروع کرده بود، هیچی نداشت و الان هم که همه چیز رو درست کرده من هم میخوام اینو باشم. یعنی در واقع شروع کردن یوتیوب من الگوی نیمه تکتو بود. اگه نیمه تکتو رو من نمیدیدم و شایدم الان شروع نمیکرد، شاید کلا شروع نمیکرد، ولی دیگه وای بچه ها زدی به ماشینم. واه دیدی
داشت میترکید. و دیگه این از این ویدیو. اگه از این ویدیو خوشت اومد گفتم لایک کنید، سابسکرایب کنید تا ویدیو بعدی همینجوری شاد پر انرژی